بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب خدمت شما برادران عزیز، خواهران گرامی، استادان محترم و پدران و مادران بسیار مهربان، در ادامه درس های تفسیری با رویکرد تربیتی و کاربردی امروز انشاءالله به سراغ سوره مبارکه فتح می رویم. سوره ای که در مدینه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و یکی از پرشکوه ترین بشارت های الهی را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می دهد. این سوره پیروزی آشکار و نصرت الهی است و به ما می آموزد که فتح حقیقی تنها با لطف و یاری خداوند متعال محقق می شود. پیش از آن که درباره آیات این سوره مبارکه با همدیگر بحث و گفتگو کنیم، خوب است که درباره شأن نزول و داستان این سوره مبارکه مسائل را مطرح نماییم. مفسران بیان کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حدود 1400 نفر به سمت مکه مکرمه به قصد حج همراه اصحاب حرکت کردند و در منطقه حدیبیه رسیدند و گزارش دادند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مشرکان و قریش با تعداد زیاد آماده مقابله و جنگ هستند و اجازه نخواهند داد که شما به مکه وارد شوید. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از یاران و اصحاب خود را جهت تحقیق و بررسی به مکه فرستادند تا گزارش از اوضاع و شرایط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دهد. زمان گذشت و خبر آمد که مشرکان این صحابی را به شهادت رساندند و شرایط بحرانی و سخت شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب را جمع کرد و مجدداً و از نو با آنها بیعت کرد. این سوال مطرح می شود که چرا رسول گرامی اسلام با وجود آن که با اشتیاق و با اختیار اصحاب آمده بودند و بعد از این اتفاق با اصحاب بیعت کردند که تحت بیعت رضوان مشهور است که در جای خودش این آیت را بررسی و بحث خواهیم کرد و این نگاه مدیریتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در شرایط بحران به سبب اون انسجام و اتحاد درونی میرساند که بیعت از نو گرفتند تا برای مبارزه و مقابله با مشرکان آمادگی کامل داشته باشند. با گذشت 3 روز این صحابی به این منطقه حدیبیه به حضور رسول اکرم رسید و معلوم شد که آن گزارش ها شایعات و آوازهای بی اساس بودند و از طرف اهل قریش و مشرکان مکه شخصی به نمایندگی برای صلح و مذاکره حضور یافته است و گفتگوها آغاز شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با نماینده مشرکان و قریش بحث و گفتگو کردند و موادی را روی کاغذ به عنوان صلحنامه مطرح کردند که بعداً به عنوان صلح حدیبیه مطرح و پذیرفته شد. اما از نوشتن این صلح که به عنوان یک پیمان نامه بود اصحاب نگران، مضطرب و ناراحت بودند به خاطر آن که بندهای در این صلح نامه آمده بود که به نظر می رسید به ضرر مؤمنان و مسلمانان باشد و یکی از بندها این بود که مسلمانان امسال برای ادای حج به مکه نآیند و از همین حدیبیه برگردند و سال بعد ما 3 روز را در اختیار مسلمان ها قرار می دهیم و خودمان
از شهر مکه بیرون می رویم که مسلمان ها بتوانند به طاعت عبادت و حج خود در واقع برسند. و یکی از بندهای دیگر این بود که هر شخصی که از دو طرف در واقع مسلمان شود و به مدینه برود بدون اذن والدین، اون به مکه بازگردانده شود و برعکس. و یکی از بندهایی که بسیار ناراحت کننده بود که در این صلحنامه از اون عنوان رسول الله پرهیز شود و اسم محمد آورده شود و همچنین کلمه رحمان و رحیم نیز در این صلحنامه نباشد که باعث تشویش و ناراحتی مؤمنان و مسلمانان و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شد. اما پیامبر که از اوضاع با خبر بود و شرایط را بهتر میتوانست تحلیل کند، این صلحنامه را پذیرفت و به اصحاب دستور داد که شتران و گوسفندهای خود را در همین مکان ذبح نمایند، سرای خود را بتراشند و به مدینه منوره باز بگردیم. و در این کار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود پیش قدم شد که این صلح حدیبیه خود زمینه فتح مکه شد که برخی مفسران گفتند که بعد از 2 سال فتح مکه شکل گرفت. اما نکته بسیار مهم که برخی از مفسران مطرح کردند این است که تعداد زیادی از جوانان، مردان و زنان در مکه به رسول اکرم و دین اسلام ایمان آورده بودند و از وجود آنها مسلمان ها با خبر نبودند و اگر این جنگ اگر شکل می‌گرفت و اتفاق می‌افتاد، تعداد زیاد از جوانان، زنان و مردان، پیرمردان و کهنسالان از بین می‌رفتند و کشته می‌شدند و این صلح زمینه شد که 2 سال بعد بدون خونریزی مکه فتح گردد. برخی از مفسران در این باور هستند که بعد از صلح حدیبیه سوره فتح نازل شد و برخی دیگر بر این باورند که بعد از گذشت زمانی سوره فتح نازل شد و در سوره فتح بشارت های آمده است، هم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و هم برای مؤمنان و هم برای مسلمانان و هم برای منافقان. و این بشارت ها برای مؤمنان و مسلمانان هم مرد است و هم زن است و این خیلی نکته مهم است که در اون چشم انداز کلان با وجودی که این سوره درباره موضع جنگ و صلح مطرح میکند، اما نقش زنان را باز در اینجا مثل نقش مردان می آورد که در 2 جبهه ما مرد و زن داریم. در اینجا بشارت 2 بشارت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدهد و همچنین بشارت های برای مؤمنان و مسلمانان و اصحابی که نگران بودند بشارت میدهد و همچنین برای منافقان و مشرکان که به خداوند متعال در واقع سوء ظن داشتند، برای آنها مسائل آورده شده است. و همچنین یکی از مسائل بسیار مهم در این سوره مبارک اون بیعت رضوان است که انشاءالله در آیه‌ای که برسیم در اون با همدیگر گفتگو خواهیم کرد. پس از صلح حدیبیه، صلحی که ظاهراً برای برخی مسلمانان ناامید کننده بود، زیرا مانع وارد شدن آنها به مکه شد، اما خداوند آن را فتح مبین، پیروزی آشکار نامید. برای چی؟ برای آن که صلح زمینه ساز فتح مکه در سال بعد و یا 2 سال بعد گشت که سبب گسترش اسلام در سراسر جزیره العرب شد که خداوند متعال آیه اول که اسم سوره هم از آیه اول گرفته شده است می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. به تحقیق ما
برای تو فتح آشکار گشودیم. خداوند متعال این صلح را فتح مبین نامید. برای چی؟ برای آنکه مشرکان به نوعی قدرت مسلمانان را به رسمیت شناختند اولا، و فرصت تبلیغ اسلام در آرامش فراهم شد که مسلمانان توانستند اون اعتقاد و باورهای خود را تبلیغ کنند دوما. و سوم اینکه 2 سال بعد همین تبلیغ باورهای خود، یکتاپرستی خود و این صلح زمینه فتح مکه شد که خداوند متعال می‌فرماید و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، یعنی مردم مکه، اهل قریش و مشرکان مکه گروه گروه، فوج فوج به سمت اسلام آمدند و دین را پذیرفتند. چند برابر در واقع مردم مسلمان شدند. و درس هایی که ما میتوانیم از این آیه شریفه بگیریم که انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما نیز در زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند فتح مبین هستیم. گاه شرایط به قدر سخت و دشوار می شود که انسان احساس میکند که همه درها بسته است. این در مسئله ازدواج، در مسئله کسب و کار و شغل، در مسئله درمان و بیماری، در مواجهه و پیروزی بر دشمنان داخلی و خارجی و همه اینها نیاز به گشایش الهی دارد. و در این آیه شریفه 3 اصل تربیتی اساسی به ما می آموزد که اولا نگاه تحقق یافته به آینده داشته باشیم، به این معنا که مؤمن باید به وعده الهی چنان یقین و باور داشته باشد که گویا این آیه شریفه انا فتحنا لک فتحا مبینا همکنون محقق شده است. و خداوند متعال می‌فرماید فتحنا، گشودیم، نگفته است که سنفتحو، خواهیم گشود. یعنی آنقدر به وعده خداوند متعال ایمان داشته باشیم که آینده در زمان حال، آینده را در زمان حال ببینیم. و مسئله دوم این است که نسبت پیروزی به خداوند متعال. در فرهنگ تربیتی قرآن کریم انسان هرگز نباید خود را فاتح مطلق بداند. انا فتحنا یعنی ما گشودیم، نه تو گشودی. یعنی در واقع این نگاه هم از غرور پس از پیروزی جلوگیری میکند که همه چیز را به خودمون نسبت ندهیم و غرک بربک کریم، یعنی مغرور نشیم در اون کاری که ما انجام دیدیم و به این باور داشته باشیم که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یعنی این باورها و اعتقادهای ماست که اگر فتحی شکل گرفته باشد این فتح از جانب خداوند متعال است و هم از ناامیدی و یأس پیش از پیروزی. در واقع اینها مسائلی است که باید ما در نظر بگیریم. و مسئله سوم صبر و صبوری در برابر پیروزی های پنهان. صلح حدیبیه در ظاهر برای مؤمنان، اصحاب و مسلمانان شکست بود، اما در باطن بزرگترین فتح بود. امروز نیز برخی از شکست های ظاهری را ممکن است که ما ببینیم، اما ممکن است که مقدمه پیروزی بزرگ باشد. امروز در جوامع اسلامی با تحریم، فشارهای سیاسی،
جنگ های ترکیبی و تبلیغات رسانه‌ای ما مواجه هستیم. برخی میگویند اینها شکست است، اما آیه شریفه میفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا. به ما میگوید که ممکن است پشت پرده این سختی ها فتح مبینی در حال شکلگیری باشد، اما شرط آن ایمان، تقوا و صبر و ناامید شدن است و نباید ناامید بشه. اون بزرگ مرد میگفت که مؤمنان، مسلمان ها و مجاهدان حتی زمانی که احساس میکنن در حالت شکست هستن باید امیدوار به رحمت الهی، به فتح و نصرت الهی باشند که نصرت الهی و جیوش الهی به کمک آنها خواهد آمد و پیروزی نصیب مؤمنان و مسلمانان است. این تنصر الله ینصرکم، خداوند کمک و یاری رسان مؤمنان و مسلمانان است. در این آیه خداوند متعال بشارت به فتح مبین برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دهد و در آیه بعد خداوند متعال بشارت دیگری به رسول خودش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دهد که خداوند متعال می‌فرماید لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. نکته بسیار مهمه که در مباحث تفسیری آدم مشاهده میکند این است که و این آیه شریفه که فرمود لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، مفسران مطرح کردن این لیغفره برای پیغمبر چیز، پیغمبر دوچار چیز ذنب و گناه شده است که خداوند متعال در اینجا می‌فرماید من از گناه گذشته و از آینده تو میگذرم و اون را میپوشانم. اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم برخواسته از یک باورهای اعتقادی است که مفسران هر کدام بر اساس اون باور و نگاه اعتقادی که دارن آمدن این آیه شریفه را در واقع تفسیر کردن و ما پیش از هر چیزی تأکید میکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است، هم در دریافت وحی و هم در زندگی عادیش. این را ما میتوانیم از نگاه قرآنی و از نگاه سنت یعنی حدیث و هم از نگاه عقلی به اثبات برسونیم که پیامبر اکرم و همه پیامبران باید معصوم باشند و خداوند متعال در سوره نجم آیه 3 و 4 می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى الا وحی یوحی، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچه را که مطرح میکند همش وحی است، جز وحی چیزی نمیگوید رسول اکرم. پس چگونه این آیه از ذنب پیامبر سخن میگوید؟ خب نگاه‌های مختلف در رابطه با این مسئله ذنب مطرح شده است که ذنب در قرآن کریم به معنای گناه واقعی و تکوینی نیست، گاهی به معنای ترک اولا می آید و کار غیر اصلح در واقع صورت گرفته است که گناه نیست بلکه کمبود کمال است و به معنای اتهام و نسبت گناه از سوی دشمنان است و سوم به معنای آثار و تبعات دنیوی یک کار است که انسان از خدا می‌خواهد آن را بپوشاند. آن مسئله‌ای که در اینجا به نظر می‌رسد که در این آیه شریف لیغفر لک آمده است از اون ذنب، همین گزینه دوم است که دشمنان اتهام و نسبت می‌دادند به پیامبر، یعنی اتهام و نسبت گناه از سوی دشمنان به پیامبر داده می‌شد.
این نوع نسبت که در این آیه شریفه آمده است، قریش و اهل مکه مشرکان پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که در مقابل باورهای آنها، آیین‌های آنها ایستاده بود و آنها را به یکتاپرستی دعوت میکرد که در نتیجه این دعوت یکتاپرستی جنگ احد، جنگ بدر و جنگ‌های مختلف شکل گرفته است و آنها مسبب این جنگ‌ها را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانستند و ما می‌دیدیم که این نسبت‌ها را مشرکان به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌دادند و متهم می‌کردند حضرت را که ساحر است، کاهن است، شاعر است، دیوانه است، دروغگو است، نعوذ بالله. و این نسبت هایی هست که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میدادن و در این آیه در سوره فتح میفرماید که این فتح بزرگ را به تو دادم تا آبروی تو را در برابر این اتهامات حفظ کنیم و نام تو را در تاریخ پاک و پیروز ثبت نماییم. پس معلوم می شود که لیغفر لک یعنی تا این نسبت های ناروا را از تو برطرف کنیم و تو را از شر این اتهامات نجات دهیم، نه اینکه تو واقعا گناهی داشته باشی و مرتکب گناه داشته باشی که نیاز به بخشش باشد. پس و یتم نعمته علیک و نعمت‌های الهی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم خیلی زیاد فراوان بوده است. نعمت نبوت، نعمت قرآن، نعمت معجزات، نعمت یاران و نعمت پیروزی هایی که شامل حال پیامبر و همراهانش شده است. اما اتمام نعمت یعنی نعمت به کمال و پایان مطلوب خود برسد. یکی از کامل ترین نعمت ها برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اثبات صدق و پاکی ایشان در برابر همه اتهامات دشمنان بود. همچنین فتح مکه و حاکمیت اسلام بر جزیره العرب از مصداق‌های این اتمام نعمت است. و یهدیک صراطا مستقیما، هدایت به صراط مستقیم پس از فتح و آمرزش و زدودن اتهامات ذکر شده است. یعنی حتی پیامبر معصوم نیز هر لحظه نیازمند هدایت الهی است. هدایت یکباره نیست، بلکه هدایت مستمر و روزافزون است. و درس هایی که می توانیم از این آیه شریفه ما بگیریم این است که مؤمنان بیگناه مورد اتهام قرار می گیرند. در طول تاریخ پیامبران و اولیای الهی همواره مورد تهمت و نسبت‌های ناروا بودند. نوح علیه السلام را دیوانه خطاب می‌کردند، ابراهیم علیه السلام را ساحر می‌گفتند، موسی علیه السلام را جادوگر خطاب می‌کردند و حضرت عیسی مسیح را دروغگو جلوه می‌دادند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شاعر، کاهن خواندند. این به نظر می‌رسد که سنت الهی است که بندگان صالح او در معرض اتهام‌ها قرار می‌گیرند، اما نباید از این اتهام‌ها ترسید و از اون چشم انداز کلان دست برداشت. خب این مسیری هست که مؤمنان واقعی، مسلمانان واقعی همیشه از طرف دشمنان خود مورد اتهام قرار می‌گیرند. هیچ کس از هدایت الهی به نیاز نیست.
دو، خداوند آبروی مؤمنان را حفظ میکند. وعده الهی است که خداوند با فتح مبین چی در دنیا و چی در آخرت این اتهام ها را از آنان برطرف میکند. گاهی در دنیا و گاهی در آخرت حقیقت آشکار میشود، اما رسوایی، روسیاهی و به چی میموند؟ به تهمت زدگان میموند، چی در دنیا و چی در آخرت. و سوم، هیچ کس از هدایت الهی به نیاز نیست. اگر پیامبری معصوم هم باشد که میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، ما به طریق اولا نیازمند هدایت لحظه به لحظه خداوند متعال هستیم که روزانه چند مراتبه در نماز در سوره حمد میخونیم که اهدینا الصراط المستقیم. پیروزی را مقدمه پاکی قرار دهیم. هر فتح و موفقیتی که ما را به خداوند متعال نزدیک کند کار درست است. نباید مغرور بشویم. استغفار پس از هر پیروزی نشانه شکرگزاری مؤمنان و مسلمانان حقیقی است. امروز رسانه های دشمن همواره در حال نسبت دادن اتهام های ناروا، تهمت های ناروا به رهبران دینی، دانشمندان و صالحان و فرماندهان نظامی و جوانان مؤمن هستند. این آیه نوید و خبر می‌دهد که سرانجام حقیقت آشکار می شود و خداوند آبروی بندگان پاک خود را حفظ میکند. عزت دست خداست، نصر عزیز دست خداست. ما نیز وظیفه داریم که بجای نگرانی از تهمت‌ها به وعده فتح مبین ایمان داشته باشند و از خداوند هدایت مستمر و دائمی را بخواهیم، بتوانیم به عنوان یک مؤمن واقعی در این مسیر اسلام گام برداریم و بتوانیم زندگانی آبرومندانه داشته باشیم و خداوند همه ما و شما را از اتهاماتی که دشمنان قسم خورده اسلام به صالحان، بندگان و مسلمانان میزند ما را دور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.